بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سوره مومنون و سوره حج این ربط و مناسبت را دارد. در سوره حج الله سبحانه و تعالی فرمودند شما از طرف خود حلال و حرام درست نکنید، بلکه حرام خدا را حرام بدانید، حلال خدا را حلال بدانید. اکنون در سوره مومنون می فرمایند اینها برعکس از طرف خود یک سری چیزهای را حرام می کنند که الله سبحانه و تعالی به آنها دستور حرمت نداده. لذا اینها اضافه بر اون چیزهای قبلا حرام میکردن از طرف خود دیگه چیزهایی را هم حرام میکنن. در سوره حج الله تعالی در ابتدای سوره فرمود که مردم از خدا بترسید که زلزله ساعت و قیامت بسیار چیز هولناکیه، خطرش خیلی سنگینه. مادرها از بچه‌های خود فراموش میشن و انسانها به صورت مست و نشه به نظر میاد. در حقیقت نشه نیستند، عذاب خدا شدید است. اکنون در این سوره مبارکه دافعه عذاب را بیان میکنه. شما میخواهید که معذب نشید و به اون عذاب هولناک گرفتار نشوید. سه امر دافع عذابند: شرک نکنید، ظلم هم نکنید، احسان کنید. این سه امر به عنوان امر دافع عذاب بیان میشه. شرک نکنید، ظلم نکنید، احسان کنید. هر کسی که این سه امر در آن باشد او از عذاب هولناک قیامت نجات می‌یابد. در آخر سوره الله سبحانه و تعالی می‌فرماید غیر خدا را حاجت روا، مشکل گشا دانسته نخوانید، که هر کسی غیر خدا را بخواند او در لیست کفار قرار میگیره و او برای خواندن غیر خدا هیچ دلیلی و برهانی ندارد. در آخر سوره همین مطلب را الله سبحانه و تعالی بیان می‌فرماید: و من یدعو مع الله الها آخر لا برهان له. در آخر سوره زحمت میشی باز کنید. هر کسی همراه با خدا الها آخر را بخواند، معبود دیگری را بخواند، لا برهان له به، این خواننده برای خواندن غیر همراه با خدا هیچ دلیلی ندارد، لا برهان له به. و این انسان اینقدر جانی هست که حساب او با رب سبحانه و تعالی است. فانما حسابه عند ربه. آخرین آیه 117. این انسان بسیار جانی هست. انما حسابه عند ربه. باز می فرماید او جهنمی هست، او کافره. انه لا یفلح الکافر. کافرها به هیچ عنوان رستگار نمیشه. کامیابی میخواهید، سعادت میخواهید، رب سبحانه و تعالی را فریاد بزنید، بگویید یا ربی، یا رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین.
این رمز پیروزی شما. رب را فریاد بزنید و بگویید یا ربی یا ربی اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. این رمز پیروزی شما. شرک رمز هلاکت. مشرک به هیچ عنوان رستگار نمیشه. مشرک کافر است. انه لا یفلح الکافر. لذا مومن رستگار است. شرک، کفر، ایمان با هم جمع نمیشه. در یک قلب، در یک ظرف 3 چیز با هم جمع نمیشه. یا در ظرف ایمان هست یا نعوذ بالله کفر و شرک. قد افلح المؤمنون. به تحقیق مومن ها کامیاب. فلاح چی چیز را میگه؟ الظفر بالمطلوب و النجات من المرهوب. انسان به مقصد برسه و از خطرات نجات کند. این فلاح است. این رستگاریه. به مقصود برسه، از مضرات نجات کند. مومن ها کامیاب. آخر فرمود کافرها ناکامند. انه لا یفلح الکافر. قد افلح المؤمنون. قرآن جلوی شما. انسان ها به 2 دسته تقسیم شدند. مؤمنون، الکافرون. مؤمن ها رستگارند. هیچ شکی در رستگاری مؤمنین نیست. و کافرها ناکام. انه لا یفلح الکافر. مؤمن ها ایمان محلش قلب. ولما يدخل الایمان فی قلوبهم. ایمان اون دستورات الهی را میده که انسان به تمام دستورات الهی یقین داشته باشه. خب این هم توی قلب هست. تصدیق قلبی را ایمان میگن. التصدیق بما جاء به الرسول ایمان هست. و انسان تصدیق کننده مؤمنه. خب ایمان که ما نمیبینیم، الله تعالی میگه من صفاتی برای مؤمنین بیان میکنم. این صفات در هر انسانی باشد او ایمان دارد. اولین صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مؤمن های واقعی کسانی هستند که در نمازهای خود خشوع دارند. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. این صفت اول. آنها در نمازهای خود خشوع دارند، عاجزی دارند، نمازی میخوانند. الله تعالی رحم بفرماید بر همه ما. همین اولین صفت در هر کس هست. خیلی خوب. فی صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. این سائل چیزی خوبی نوشته. آیا درست است که حضرت علی رضی الله تعالی عنه 3 روز بعد از تولد سوره مومنون را تلاوت کرده با صدای بلند؟ وقتی رسول علیه السلام مبعوث شدن حضرت علی 8 سال عمر داشت. اون زمان سوره مومنون نازل نشده بود بر رسول الله و رسول پاک صلی الله علیه وسلم خبر از قرآن. اون زمانی که تولد شد، اخد روزی که حضرت مبعوث شد 8 سال عمر داشت. روز تولد هیچ قرآنی نازل نشد. حضرت رسول از قرآن خبری نداشت.
روز تولد و 3 روز بعد از تولد رسول الله هم کتاب را بلد نبود. ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، شما نمیدانستی کتاب. پیغمبرم روز تولد حضرت علی کتاب بلد نبود، کجا دیگه سوره مومنون بلد باشه. سنقرئک فلا تنسا، ما الان شما را درس میدیم. روز ولادت حضرت علی رسول الله کتاب بلد نبود. ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، شما از کتاب خبری نداشت. وقتی جبرائیل آمد گفت اقرا، فرمود ما انا بقارئ. و اقرا و ما انا بقارئ، و فرمود اقرا باسم ربک الذی خلق، با قدرت خود نه، با قدرت خدا بخوان. تو پس چطور حضرت علی 3 روز بعد قرآن بلد بود؟ اگر کسی چنین چیزی گفته این اشکال مواجه میشه. حالا ما کرامت حضرت علی را حساب بکنیم که روز ولادت حضرت علی قرآنی بیاید، حالا که حضرت رسول وقتی مبعوث شدن حضرت علی 8 سال عمر داشت. اینطوری افسانه ها زیاد شما میشنید، باور نکن. افسانه نیست قرآن و خیالات وحی هم نیست، حقایق. حضرت رسول علیه السلام بعد از 40 سال که از عمر عزیز گذشت، قرآن بر قلب زیبای او تا مدت 23 سال تکمیل شد. روزهای اول کل قرآن بر رسول پاک صلی الله علیه وسلم هم نازل نشد. 23 سال طول کشید تا قرآن عظیم الشان کلا بر قلب زیبای پیغمبر نازل شد. رستگار مؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اونا مؤمنان هستند که در نمازهای خود خشوع دارند. الله تعالی ما را خاشع بگردد. صفت دوم، آنهایی که از کارهای لغو اعراض میکنند. کاری که در آن منفعت دین یا دنیا نباشد، این یک تعبیر، یک تفسیر لغو است. در آن منفعت دین نیست، در آن منفعت دنیا نیست. از کارهای لغو اعراض میکنند. کارتونک نگاه کردن نه دینی در آن هست و نه دنیایی. مردک در آلمان بازی میکنه، ساعتها نگاه کردن که او چطور گل میکنه، او در آن نه منفعت دین هست و نه دنیا. شما بازیگر میشید، ورزشکار میشید از نگاه کردن. اینه مانه. حالا یکی خودش ورزش میکنه، خب یک انرژی میگیره، کم از کم دویدنی بلد میشه. اگر نیت جهادی داشته باشد یک روزی میتواند کمی بدود. مثل مرغ سفید نیست که اینطور میشه، میتونه بدود. بله نگاه کردن یک بازی ساعتها شما خودتان بگید در این منفعت دین هست، در این منفعت دنیا هست. شما اگه اینو میگی لغوی نیست، چی هست؟ چه فایده ای میکنید از نگاه کردن؟ غیر از این که غفلت هست. انسان از خدا غافله، از معاد غافله، از تمام برنامه هایی که در پیش دارد. این انسان در یک غفلت محض دارد میگذرد. فردا صبح حضرت میمیره، الان کارتونک نگاه. الله تعالی میگه اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. حساب این انسان ها آمده و فرار رسیده است و اینها در یک غفلتی از اون برنامه حساب و کتاب اعراض دارند. باید در فکر باشد که من فردا که به ملاقات الله میرم چه باید اونجا حساب باید بدم. از این جوانی از من حساب میگیرن، از تمام عمر از من حساب میگیرن، مال را از کجا در آوردی، کجا خرج کردی، از من حساب میگیرن.
ایمان همینه میگه التصدیق بما جاء به الرسول صلی الله علیه وسلم. مؤمن اصلا فرصتی نداره. مؤمن همیشه توی برنامه های آخرت تو خود را توی حساب میبینه، لحظات خود را. تو مؤمن که رستگاران آنها از کارهای لغو اعراض میکنه. حالا یک معنی دیگر برای لغو بیان میکنیم که شما نگاه کنندگان که من شاید خوش بشید. لغو کارهای شرکی، شرکها همه به لغو، از شرک اعراض، از ندای غیر الله، از نزد دادن غیر الله، از طواف و سجده کبرها، بتها بگیم شما خوش بشید، کبرها بگیم شما شاید ناخوش بشید. از هر کاری که برای آن منفعتی ندارد، بزرگترین لغو شرک است، کفر است. کارهای شرکی کفری. خب یکی حالا بازیگرها را نگاه میکند کافر و مشرک نمیشه. لحاظ از هر کار بیهوده بعضی گاگای بعضی انسان ها شروع میکنن کتار را. کتار نه چیه؟ اینجا میگه بله ذهن کار میکنه، تیز هوش میشه. بابا به ذکر خدا ذهن انسان تیز میشه، انسان مستعد میشه. از تلاوت قرآن حافظه انسان بالا میره. این بزرگان گفتن مسواک زدن حافظه انسان را تقویت میکنه. کثرت تلاوت حافظه انسان را بالا میبره. روزه هم حافظه انسان را بالا میبره. مسواک زدن این چیز فقره در تعلیم المتعلم تو ذهن من هست. مسواک زدن، روزه گرفتن، روزه این آبهای مازاد را که هر جا گرفتند و اعصاب را خراب کردن، روزه اینها را همش خشک میکنه. یک کپسول چر خشک کنه روزه. این چربی خون و این پرخوری ها که انواع و اقسام مرض را ایجاد کردن، روزه های تابستان انسان را خود میکنه. آبهای مازاد، چربی های مازاد روزه اینها را علاج میکنه. تلاوت قرآن همه امراض را علاج میکنه. مرض شرک، کفر، بدعت، غفلت، بزرگترین مرضی که جامعه بشری را در طول تاریخ بشر گرفته و اکنون بشر چند متر غرق تو این مرض، اون مرض غفلت است. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. یکی از وسایل مرگ ماشینه. ما سواریم، نواره های مبتذل و این موسیقی ها و زنان خواننده نشست و حضرت گاز میده. گاگای متوجه که 170 کیلومتر به پرواز، سرعت هم 170 کیلومتر و حضرت دیگه از زمین پریده است. دیگه معلوم نیست که با چه روزی مواجه میشه. کارهای لغو اعراض میکنه. 3 والذین هم، حالا کارهای لغو را اگر من بخواهم توضیح بدم وقت من گرفته میشه، موقعش نیست. هزاران کار لغو و امروز ما در غفلت فرو رفته ایم. کارهای بیهوده، بی ارزش. مجلس پاسور شروع میشه 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت به پاسور مشغول. همه بیهوده، در شان مسلمان و مؤمن رستگار نیست. حضرت فرمودن بعد از نماز عشاء غیر از کارهای دین دیگه حرفهای پوچ زدن و نشستن ممنوع. بخوابید تا که برای نماز صبح بیدار بشید. تا ساعت 1 نشسته آقا، آدم که میخوابه تا ساعت 8. این باپوره ها مجلس های سرگرمی گاگه بابا
فلانی معتادی نیست، برای سرگرمی تریاک میکشه، تخمک و غیره گذاشته، انواع و اقسام تخمک، مغزیات و سیخ روی چراغ و باپور گذاشته، اونهایی که مدلشون بالاه دیگه میکشه یک دودی و بر میداره یک تخمکی و دیگه پت 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 حرفهای پوچ و لایانی میزنه. اینها چی؟ اینها اگر لغو نیستن چی هست؟ مؤمن نماز عشاء خوانده به اسم که همون تو یا سر را میگذاره میخوابه، 4 ساعت راحت 5 ساعت راحت بلند میشه، استحمام خود را میکنه و وضوی خود را میگیره و بسم الله اکبر و ماشاءالله قلب رقیقی دارد، با گریه و زاری میگذارد. در گریه از خوف خدا لذت هایی هست که هیچ لذت دنیا نیست. انسان از خوف خدا گریه کند، از ترس خدا گریه کند، این بندگان خدا هست. قلیلا ما یهجعون، شبها خیلی کم بندگان خدا میخوان. بله حالا این بندگان خدا هستن روی باپور نشستن، کم میخوابن. کجا کم میخوابن؟ از ساعت 1 و 2 که سر را میگذارن تا ساعت 10 12 روز خواب آقا که بلند کرده چشمهایش باد کردن، آثارش چنان معلوم میشود که میگه از جهنم بیرون آمد. الله تعالی رحم بفرماید. والذین هم للزکات فاعلون، صفت سوم مؤمنین رستگار آنهایی هستند که زکات ها را انجام میدن، برای زکات فاعلن. حضرت ابن عباس فرموده زکات اینجا از فعلهای شرکی اونها اجتناب میکنه، چون سوره مکیه و فرضیت زکات در مکه نبوده. لیکن دیگران میگن زکات همون زکات مال را انجام میدن، عشر زمین را میدن. بیشتر که این روزها واقعا خیلی ظلم میشه، مردم محصول زمین عشر صحیح ادا نمیدن. حالا که الله تعالی فرموده آتوا حقه یوم حصادی، باید وقتی انسان میدهد نیت داشته باشه. زکات عشر بدون نیت ادا نمیشه. همینطوری که انسان نیت روزه نکند، از شب تا صبح تا غروب آفتاب از خوردن و نوشیدن همه اجتناب بکنه، روزه نیست. با نیت روزه میشه. زکات باید انسان نیت کنه. یکی از شرایط ادای زکات اینه. بعضی هم میگن بابا مردم میخورن، هیچ نیت نیست. حالا که محصولات زمین الله تعالی گفته روز برداشت ادا کنه. آتوا حقه یوم حصادی. یک صاحب باغی میگفت من نیت کردم هر که بخوره زکات، مرغی بخوره زکات، مولای بخوره زکات، حاجی بخوره، حاجی آقای بیاد تو باغ بخوره زکات. هر که بخوره زکات چطور میشه؟ زکات مصرفی دارد. حاجی آقای بخوره، مولوی صاحب فوداری بخوره، سرمایه‌داری بخوره، زکات که نمیشه. این سوالی که مربوط به درس نیست خواهش داریم که نکنیم. ما اگر بنا باشه سوالها را جواب بدیم درس ما میمانه. این یک درسیه که تعداد طلبه هستن میخوانند و ما باید اینا تا سوره زمر ببریم، مانده درس ما. خلاصه جب معصومیت انبیاء الان ما نه فرصتش داریم و نه وقتش داریم و نه بحثش میتونیم. مؤمن کسی
کسانی هستند که لزکات فاعلون، زکات خود را ادا می‌کنند. قدیم که رزق کمتر بود ما یاد می‌دهیم وقتی کسی خرمن خود را بر می‌داشت فقرا مساکین جمع می‌شد، از آنجا هم به هر چیزی می‌رسید. خوشه‌ای بر و به هر حال جمع می‌کردند، گاه و الوفه‌ای جمع می‌کردند، فقرا و مساکین بیشتر می‌رسید. الان مردم نمی‌رسند، باید برسن. این باغها خوش شدن، اینها حق خدا ادا نشدن، چون خدا خودش گفته، دیروز خواندیم الله تعالی بر هر انسانی نعمتی بکنه اون نعمت را تغییر نمیده مگر ناشاکری بشه. توی باغها چقدر گاگای ناشاکری میشد، چسب کشیده میشد، پای کوبی میشد، بوتل شراب بالا زده میشد، حق باغها ادا نمیشد و نعوذ بالله دست به جنایت های گوناگونی تو باغها زده میشه. گناه شده، اینه باید همه ما بپذیریم. نماز خوانده نشده، ذکر نشده، معصیت و گناه و بیخبری زیاد شده است. دیگه صفت چهارم الذین هم لفروجهم حافظون، مؤمنان ها هستند که شرمگاه های خود را، فرجه های خود را حفاظت میکنند. فروج شرمگاه را میگن، مرد زن آنها شرمگاه خود را حفاظت میکنند. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، مگر در دو محل شرمگاه را استعمال میکنند، زن یا مرد، بر جفتهای خود و بر کنیزه های خود. در دو مورد استعمال شرمگاه گناهی ندارد. فانهم غیر ملومین، در این دو محل بر زنان خود و بر کنیزان خود. الان که در دنیا کنیزی وجود ندارد، بر ازواج استعمال کنن اینها ملامت نیستند. فانهم غیر ملومین. فمن ابتغى وراء ذلك، هر کس طلب کند ما سوای این دو مورد را، تو فاولئک هم العادون، آنها متجاوزند، نعوذ بالله دست به لواطت بزنند. حتی در زن اگر در غیر محل کسی تجاوز بکند او هم تجاوزگر است، چون الله تعالی در محل گفته فاتو حرثکم انا شئتم، در محل زراعت بیاید. اون محل زراعت نیست، اون محل فرسه، کثافته. بعضی شنبختها گفتن که اگر یک دری را ببندن به حکمت گو شاید در دیگری باطله. در هنگام حیض و نفاس بسته است، فاعتزلوا النساء فی المحیض. لازم اون باطله. اگر کسی فکر نکند که این شعر شاید حقیقتی داره، برای شعری هم درست کرده و اینا جایز میدانند بدبختها. حرامه، هیچ فرقی نداره با اون لواطت غیر محل یا با لواطت نعوذ بالله باسا. هر دو گناه کبیره هستند و تجاوز از محل است. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، آنها غیر از این دو محل تجاوز کنند اینها تجاوزگرند. لازم از این آیه حرمت صیغه ثابت میشه. چرا زنی را که صیغه میکنن زن است یا کنیز؟ اگر زن است چرا از اون مزایای زوجیت محرومه؟ زن صیغه‌ای، آنهایی که اعتقاد به صیغه دارن، میگویم
اونا نمیگن که ما ملکت ایمانهم هست. اگر این زنه چند اعتراض بر آنها وارد میشه. اگر زن صیغه‌ای تو چرا میراث نمیبرد؟ زن صیغه‌ای از مرد شوهرش که صیغه کرده شوهر بمیره میراث نمیبره، او میبینه میراث هم نمیبره. کدوم آیه این از میراث محروم کرده؟ زن حالا که دو حالت دارد بمیرد، مرد هم دو حالت دارد بمیرد، تو باب میراث خوانده ای. زن با طلاق جدا میشه، این که طلاقش میگه نداره. من میگم اگر این زنه حکم زن هست، تو چرا از مزایای زوجیت محرومه؟ حق نفقه، حق مسکن، حق لباس بدون شرط نداره. اگر هنگام عقد خواندن صیغه او شرط نکند مسکن را و طعام و لباس را، او حق نداره. حالا که زن عقد دائم بدون شرط این حقوق برگردن مرد لازمه. هر که ازدواج کرد نفقه زن، لباس زن، مسکن زن برگردن مرد لازمه، واجبه. اگر این زنه چرا این مزایای زوجیت را نداره؟ اگر این زنه تو چرا عدتی نداره؟ عدتی که زنهای طلاق بشوند، حالا یا زن حامل است یا زن از حیض محرومه، ناامیده، یا ذات حیض، سنو عده ما داریم برای زنی که از مردش جدا میشه با طلاق، و این هم طلاقی نداره. همون آیاتی که زن صیغه‌ای را از این زنها جدا کرده، همون آیه را به ما نشان میده. اگر میگن در روایت یک زمانی عقد صیغه‌ای بوده، عقد موقتی بوده، اون تمام مزایای زوجیت را داشته. هیچ کتابی از کتابهای ما چنین مطلبی را ننوشتن که اون اگر عقد موقتی بوده که حرمتش در روایات آمده است، گوشت خر را و صیغه زنان را یک روزی حرام تحریمش آمده. یک مسائلی بوده، یک زمانی بوده در صدر اسلام شراب نوشی بوده، شراب هم میخورده مسلمان و نماز هم میخوانده و صحابه رسول الله هم بوده، مباح بوده شراب، گوشت خر مباح بوده. در روایات ما اگر نگاه کنید، حرمت صیغه عقد موقت و حرمت گوشت خر یک روزی آمده و راوی خود حضرت علیه. خب اونا روایت ما را قبول نمی کنن. حضرت عمر حرام کرده. کی میگه حضرت عمر؟ حضرت عمر کی هست که حلال خدا را حرام بکنه؟ اون هم در جمع مهاجرین و انصار. اون هم در محضر حضرت علی شیر خدا. حضرت عمر مگه این جرأت را داشت که حلال خدا را در محضر حضرت علی، اون هم در محضر حسنه، حلال خدا را حرام کند؟ اگر روایات ما را نگاه کنید، ناقل حرمت صیغه حضرت علیه. شما روایات ما را قبول نمی کنید، ما هم روایات کلینی را و مولا باکر مجلسی را هم قبول نداریم. پس بیایم به قرآن برگردیم. قرآن میگوید زن محل استعمال دوتا هستند، یا زنند یا کنیزند. و زن هم مباهه تا 4 تا. از 4 تا زن بیشتر کسی در یک زمان نمیتواند بگیره. و اینها میگن که عقد موقت متعه دهن پر از آب میشه، جوانها متعه، این که دیگه حد و مرزی نداره. هزاران زن را هم یکی میتواند صیغه کنه. اگه شما میگی زنه، تو باید 4 تا بیشتر جایز نباشه. در عقد دائم از 4 تا زن بیشتر در یک عقد کسی نمیتواند. اگر بخواهد یک زنی را طلاق بده یا بمیره، باید عده اون زن مطلقه و متوفا عدهش باید بگذره، بعد میتواند زنی دیگر بگیره. اگر یک انسانی 4 تا زن دارد، حالا میخواست که یک زنی دیگر بگیره، یکی را طلاق داد،
تا زمانی که عده این نگذشته این هم نمیتواند بره. باید این زن مطلقه عدهش بگذره. چرا این تو عده زنه؟ همین که شما میگید عقد موکد چیه؟ زنه. تو این مزایای زوجیت را چرا از اون محروم کردید؟ کدوم آیه این بیچاره را محروم کرده از میراث شما؟ شما عقد موکد برای 10 روز کردی، سوار ماشین شدید، با یک تصادف جان شما گرفته شد، این بیچاره باید میراث شما را ببره. همینطوری که این زنان عقد 2 تا خوانده شد، اینها زوجیت برقرار میشه، هر کدام از اینها بمیره دیگری میراث میبره. اگرچه ما به صاحبان، به زنان بیچاره میراث نمیدیم، این ظلم ما هست، ورنه خدا میراث داده. نامزد اگر بمیره، نامزد مرد باشد یا زن، هر کدام بمیره بعد از عقد و ایجاب و قبول شرعی زوجیت برقرار شده، میراث از یک دیگر میبره. نامزدها را که میراث نمیدن، چه که زنای بیچاره 4-5 تا بچه و 10 تا بچه پیدا کردند و 15 تا بچه برای مردک پیدا کردند و درد کشیدند و جیخ کشیدند و بچه های گردن کلفت برایش درست کردند و پرورش دادند، اون میراث نمیدن. این ظلم عظیمی. بچه ها را برای حضرت حاجی آقا همین زن بیچاره پیدا کرده، میراث ها را نشاره ها میخورن، زن برادرها میخورن، بچه های برادرها میخورن. زحمت این بیچاره زحمت کشیده، نه از پاساژ، نه از مغازه ها، نه از کشاورزی، نه از هیچ چیزی به زن بیچاره نمیده. برادران حتی بعضی اینقدر ظالمن که این زن بیچاره شوهر دیگر هم نمیگیره، 4 تا دختر داره، در همین ساختمانش نمیگذاره سکونت کنه، همین بچه ها را بیچاره را پرورده. اینا دخترن، دختره که میراث میده؟ پرده شوهر خود را میگیرن میرن. الله تعالی فرض کرده. حاجی آقا وقت زنده بود با همین زن و با همین دخترها توی استراحت بود، میخورد و مینوشید. حالا نشاره ها را میدانی؟ زنان برادرها یا زنان بچه های بزرگ، اونها میخورن، دختر بیچاره محرومه. میراث یتیمه ها را، حق یتیمه ها را، حق زنان و بچه ها را 2 گروه میخورن، یا برادر متوفا میخورد یا بچه های بزرگ متوفا میخورد. بچه های کوچک را خواهر و برادران خود را میراث نمیدن، حق آنها را میخورن. و آنها که میخورن هر که باشه، حق زن را بخوره، حق زن مسکین و ناتوان را، زندگیش با حاجی آقا سپری شده، 10 تا بچه برش پیدا کرده، حالا نام نداره، ثروت در اختیار فرزندهای بزرگ. خلاصه خدا حق داده، اگر ما حق نمیدیم قائل حق و حق هستیم. زن متعی را اینها قائل به حقش نیستن، ما قائل هستیم اگرچه نمیدی. قبول داری؟ دیگر دلایل بیشماری هست، دیگه این باره من حرفهای زیادی زدم، مستمسکات آنها هم جواب داده. الله تعالی میگه فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. هر که غیر از این 2 محل تجاوز کند او تجاوزگره. دیگر صفت چند تا صفت شدن. صفت 5 والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. مؤمن کامل اونها هستند که امانتهای خود را، عهد و پیمانه هایی که با بندگان خدا کردن، با خدا کردن، خوب رعایت میکنن. این مؤمنه. امانت هایی که به دست آنها هست، حالا پست امانته، مال دیگران امانته، مال یتیم امانته، مال خواهر کوچلو امانته، مال برادر کوچلو امانته، پدر وفات کرده نه، مال زنان امانته. شما سرپرستی، این امانت ها را رعایت کنید.
ماشین مردم به دست شما هست، دکان مردم به دست شما هست، کشاورزی مردم به دست شما هست، رمه مردم به دست شما هست. اینها همه امانات هست. پول مردم به دست شما هست، اینها همه امانت هست. و عهد و پیمانی که با بندگان خدا بستید یا بغیر، اینها را رعایت میکنند. و باز هم آخری صفت بیان فرمود والذین هم علی صلواتهم یحافظون. مؤمن کامل آنهایی هستند که نمازهای خود بر نمازهای خودشان محافظند، نماز را ضایع نمیکنند. اونجا فرمود که در نمازها فی صلاتهم خاشعونند، با خشوع و خضوع نماز میخوانند. اینجا فرمود بر نمازها محافظند. این نیست که یکت می نشینه خورشید میخواهد غروب بکند رخ را به طرف قبله و الله اکبر. این محافظت نماز نشد. مثل دیک نوک زدن و سر را بلند کردن و سلام علیکم سلام علیکم. کاکای بعضی انسان ها عجیب نماز میخوان، نه رکوع، حالا یک خشوع که باطن نمازه. نماز یک ظاهری داره، رکوعش سالم بشه، قومش، جلسهش، سجدهش، این ظاهر نمازه. خشوع باطن نمازه، قلب متوجه الله است. انسان در نماز فکر میکنه در محضر الله است، آنچه میخواند میداند. خشوع یک ظاهر نمازه. و نماز را بعضی ها سیاسی نماز میکنه، در اجتماعی باشن ماشاءالله نماز، دیگر خانه خیلی همت کنن بخیر رخ را به این طرف میکنن، دو مرتبه هم کمرشون خم بالا نمیگیرن، همونجا خرده میکنن، دو مرتبه سر را. سیاسی عبادی نماز نیست. نمازها مؤمن واقعی کسان هستند که در علی صلواتهم یحافظون، بر تمام نمازهای پنجگانه محافظت، محافظ نمازها هستند، با تمام حقوق اداش. این دو صفت را ذکر کرد به خاطر اهمیت. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمود اهم امور شما ای استاندارها و حکامها نماز. هر که نماز را محافظت کرد او باقی امانات را محافظت می‌کند. هر که نماز را رعایت نکرد لحاظا او برای باقی احکام بیشتر ضایع کنید. کسانی که مؤمنند و این صفات در آنها هست اولئک هم الوارثون، اینها وارث میشن. چه چیز را وارث میشوند؟ الذین یرثون الفردوس، جنت فردوس را وارث میشن. اینها وارثان جنت فردوس. گاهی بعضی انسان ها میگن ما نمیدانیم چیکار کنیم، حرف چه مولای را قبول کنیم. خب خدا به چشم داده، گوش داده، عقل داده، بیا قرآن را نگاه کن، مسیر مشخصی. هر انسانی نگاه کند که اهل جنت است، این صفات قد افلح المؤمنون، ایمان یعنی تمام دستورات الهی را باور داشته باشه. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. اینها وارثان جنت فردوس، الذين يرثون الفردوس. اعلی ترین درجه فردوس را همینا گیر میاد. اولی صفت قد افلح المؤمنون، تمام احکامات الهی را باید باور داشته باشه. این نیست که یک حکمی را قبول داشته باشد و یک حکمی را دیگر ول کنه. اینا وارث فردوس میشن. فردوس در وسط جنت هست. اعلی ترین طبقه و قسمت جنت جنت فردوس است. تمام نهرها برای جنت‌های دیگر از فردوس سرچشمه می‌گیرد. او در وسط جنت است، در یک ارتفاع بسیار بزرگ است و نهرهای انواع و اقسام نهر در بهشت است. 4 نوع نهر، هر نوعی چند نهر دارد.
انهار من ماء غیر آسن، انهار من لبن خالص، انهار من عسل مصفى، انهار من خمر لذت للشاربین. این نهرهای متعدد از وسط جنت که مرتفع ترین قسمت جنت در وسط جنت فردوس است، نهرهای از آن جنت برای جنتهای دیگر سرچشمه میگیرد. منبع جنت فردوس است. سرچشمه اونهایی قرار دارند که این صفات در آنها باشد. صفاتهای بزرگی هست. یک صفتی باشد یک صفتی نباشد دیگه کامل نیست. اولئک من ذواتی که متصف با این تمام صفات باشد. اولئک اشاره به اون ذوات که متصف با این صفات باشد. جنت فردوس را میراث میبرن، وارث جنت فردوس میشن. هم فیها خالدون، همیشه تو این جنت فردوس قرار دارن. ارزش آخرت به دنیا همینه که آخرت همیشه هست و دنیا هرچی باشد فانی. این کاخه های مجلل، این کاخه هایی که میلیون ها پول برای گچوری اینها مردم مصرف میکنند، چقدر پول، سبحان الله. من میگم این هم لغو، هیچ ارزش نداره. این خرد برای گچوری پول خرج کردن چطور اینها را رو میشه؟ برای یک سقفی، حالا فوقش شما یک همینطوری گچی یک رنگ طوری گچبوریه که اگر یک جتکه بخورد حضرت را همین گچه ها میکشد، برای آجر و سنگی هم نمیگذارد. تنها گچ اینجا را نصبه. برای چی؟ الله تعالی نجات میده. حضرت رسول علیه السلام فرموده است انسان را در هر جا که انفاق بکند ثواب گیر میاد مگر در خاک و گل. استحکام خوبه، ساختمان را مستحکم کنید، بتون آرمش کنید، گچ هم خوبه که من نمیگم کی بگه من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، لیکن این گچگوری های فاسد واقعا پول کلان اینجا خرج میشه و به یک ذره هم به او ثواب گیر نمیاد. آیا که فرش خوبی میخره، خوب مردم میاد، مهمان میاد استفاده میکنه، سر فرش خوبی مینشینه، لذت میبره، مهمان مینشینه، خود شما مینشینی، ولی این چیه بالای سر؟ این همه پول کلان را مردم امروز برای گچوری ها میدن. سبحان الله، این حقیقتیه، این لغم هر که بکنه. حالا شما بگید اگر مولوی پول دارد و بیکند دست تو نمیرسه. امروز گفتن بعضی که مولوی ها میگه بابا دستش نرسیشه انگور ترش بگی. راست هم میگم، بعضی مولوی ها که دستشون میرسه این کارها را میکنه، بعضی حاجی صاحب ها هم میکنه. اما گفت بابا این انگور ترش برای شما مبارک، این انار هم برای شما مبارک. لیکن پیغمبر فرمود این بهاریه، بهار تا یک اندازه‌ای بخورید. نادیدگیم پس بهار وارد و بلوچی من تو آن خوب تعبیر کنید میری لا پترکی ولی سیریم پس 3-4 دفعه وار رو واسپی لیت نکن. حضرت پیغمبر فرمود ادرار میکنه، سرگین میکنه، باز راحت میشه، 3-4 تا لقمه دیگر میخوره. اسراف همینه میگه. اسراف مگه چیه؟ این پولها را خدا داده، چقدر انسان بیچاره برای تشکیل زندگی، چقدر زنن چقدر مردن برای 2 میلیون محتلن محتاجن که با هم ازدواج کنن و راحت بشن، زن هم راحت بشه، مرد هم راحت بشه. ترحم نمی کنی. 20 میلیون 10 تا دختر و 10 تا پسر مستضعف میتونسته ازدواج کنن. 20 میلیون برای این دادی، 10 نفر تشکیل زندگی میداد. چرا درس نگرفتیم از ساختمان های بم؟ اونا هم خوب گچوری بودن.
چون از شما پیشرفته‌تر بودن. زمان اونها دارا بودن که شما هیچی نداشت. در هر خانه یک باغچه مزافتی و پرتقال و نارنگی، شما که پلاستیک میارید توی خانه، اونها حقیقت داشتن. شما یک درخت پلاستیکی میارید، اونها درخت واقعی داشتن. چطور لغم مگه چیه؟ کسانی هستن بیچاره مدیونن، کسانی هستن هفته مرغشون گیر نمیآید. شما برای گچوری قدم صرف میکنید. حرفهای من کسانی میشنون که اونها هیچ دسترسی ندارن. اونهایی که گچوری میکنن اینجا نیازی ندارن. اون اصلا نیازی به قرآن ندارن، پول دارن. اینجا مرز زده بابا این مناره های مسجد مکی از کجا میره بالا؟ بابا چی کردید برای مسجد مکی؟ هر یک نفری چند تا ساختمان تا میلیاردها پول خرج میکنن. خب بیا بابا این میلیاردها را یا مثل اون شیرمردها بده در جهاد خرج کن، با دشمنان خدا نبرد کن که بر علیه خدا قیام کردن و ادعای مالکیت دنیا را دارن. یا کم از کم یک عبادتگاهی بساز. اگر اونجا عرض و جرأت من شما را نیست، همین عبادتگاه را بسازی. ستونهایش بلند شده و دهنش بازه. مردم میان 1 ساعت 2 ساعت روی سرما می نشینن. پس زمستان چقدر سرده. اینجا در و پنجره بسازید. نقشه مسجد مکی چیه؟ حالا مولانا ماشاءالله استحکامش میده، بتون آرمش میکنه که یک زمانی به سر من و شما چپه نشه. خوب ماشاءالله استحکام مسجد خوبه، استحکام خانه های شما هم خوبه. من مخالف با گچبوری. این گچبوری ها حلال نیست. حالا این فتوای دیوانه را بشنید. دیگراش کنید بابا مباهه، ما ملاها برای شما کردن مباهه. هم مباهه که میلیون ها پول خرج کنید. لغو چیه؟ کارهای بیهوده چه منفعتی داره؟ ها بردا اینا بفروشیم قیمت داره. ای بابا همین ساختمان اسکلیت ماشاءالله بوتن آرما و فلزی گچبوریش هم 20 میلیون را اینجا که تو پردا پایده کنی، امروز بده به محتاج مستمنده ها. اقرض الله قرضا حسنا، برای خدا به خدا قرض بدید، سود زیادی به شما میده. دریابید در فامیل خود شما هستن محتاجن، دخترهای بیچاره بدون شوهر، پسرها بدون زن. اگر شما تو پولهای کلان میگیرید، اینا مجبورن برن از اون خوشگلهای تهران اصفهان با 500,000 تومان یک دختر خوبی را ازدواج میکنن میگیرن. بله اونها هم روزنامه میکنن ما چنین دختری با چنین تحصیل بالایی در انتظار جوانی هستیم با 500,000 تومان. این بیچاره ها دیگه رحم کنی. خدا به کسی که پول داده پولش مبارک، پول برایش مبارک. رحم بر خودتان رحم کنی، بر جامعه رحم کنی، بر انسانها ترحم کنی. بخورید بدهید. خدا گفته کلوا واشربوا ولا تسرفوا. الله سبحانه و تعالی رحم بفرماید. حکم الله تعالی میگه انسان تو که بیچار غران به دست تو دادم، تو دست و پا را گم کردی، حقیقت خود را دریاب که تو چیزی بودی. تو از کجا به کجا آمدی؟ امروز دستورات الهی را نادیده میگیری، فرمان خدا را نادیده میگیری، راه انبیا را نادیده میگیری. تو حقیقت یک ذره بیا پایین. فلینظر الانسان مما خلق. این انسان بیاد پایین، چشم خود را باز کند، ببیند از چه چیز ساخته شد. تو از جواهرات ساخته نشدی. اصل تو خاک،
لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین. ما این حضرت انسان، این حضرت معزز، میلیاردها پول در اختیار، پست و مقام در اختیار، هزاران انسان گوش به فرمان، هزاران انسان میگن گوش به فرمان توییم، دستور بده. ببین گوش چقدر طاغیه. اصل او یک خاکه، من سلالت، از خلاصه خاک، من طین بیان هست. چون خلاصه خاک چی می شود؟ غذای نی. و خلاصه خاک انار، انگور، گوسفند. از همین خاک ارتزاق میکنن گیاها، میوه‌جات. ما این انسان را از خلاصه خاک آفرید. خود آدم را از خلاصه خاک، سلاله اینه. ببینید وقتی سیل می آید خاک و گل را به هم میزنه، بعد یک جا جمع میشه سیل. این خاکهای سفت که روز اول میرن پایین، بعد این آب گلالود که پر از گل خلاصه خاک باوه کم کم یا خشک میشه و خلاصه خاک بالا دیده میشه. اون خاک خالص نیست، مد بلوچی. از خلاصه گل ما این انسان را آفریدیم. خلاصه گل هم میوه ها را و خوردنی ها را که از خاک به دست میان، اینها را هم خلاصه. این گوسفنده ها خلاصه خاک، این میوه ها خلاصه خاک. خدا خاک را خلاصه میکنه در صورت انار، انگور، پرتقال، لیمبو، خرما. ما این انسان را از خلاصه خاک آفریده ایم. باز این انسان را قرار داده ایم ثم جعلناه خلقناهم نطفة منسوب به نزع خافضه. ما این انسان را آفریدیم از نطفه.